حریف عصبی خودش امتیاز بگیره. رفته میره که از اون زیرگیری کنه. یک بار دیگه میره که با مایل لنگ بعد مسعود اسماعیل رو بکنه. بعدش لنگ به اجرا بذاره که مسعود اسماعیل رو میکنه، خط میکنه، یه بار اندازم اجرا میکنه. موفق میشه. 3-0 یک امتیاز میده به بارانداز. یک امتیاز برای زدن گل. نوستی سال میکنه برای دروازه. فرصت برای تیم ایران و توی دروازه گل برای ایران. شجاعی گل میزنه. دقیقه 51. خواهش کنم. نسل جدید، منظورم نسل همسن‌وسالای من هستش، بحث سن و سال نیست. ببینید زندگی من به چندین قسمت تقسیم میشه. قسمتش ورزشی بود که زمان خودم فوتبال تا سطح بالایی تو ایران بازی کردم، بعدش هم تو امارات و تو آمریکا. بله. بعد از اینکه هم مشغول کار شدم و تحصیلاتم رو ادامه دادم. آخرین تحصیلاتی هم که بهش نائل شدم دکتراست در رشته Evidence Based on Practice. درسته. طبابت بر اساس شواهد. بر اساس شواهد. آیه سایدیفر واقعا یه ایرانی واقعی از نظر من، چون من اینو در مالزی تجربه کردم. وقتی که ما داشتیم میرفتیم مالزی، حالا یه اتفاقاتی افتاد، دکتر فیزیوتراپو به ما گفتن نمیتونه به تیمو همراهی کنه. بلافاصله ما به ایشون زنگ زدیم، از نمیدونم چین بود کجا بود، با 2 تا 3 تا چمدون دارو و وسایل فیزیوتراپی سریع خودش رو رسون به مالزی و تو اون چند سالی هم که در کنار تیم ملی بوده 1 ریال نگرفته. یعنی همه اینا نشون میده که آقای سایدیفر میتونه به عنوان یه ایرانی آدم بهش افتخار کنه. این خاطر من دوست دارم همیشه برند ایشون رو تبریک کنم.
من به عنوان یه ایرانی افتخار میکنم که یه ایرانی تونسته یه برند خوبی چه از نظر کیفیت و چه از نظر مدل و تنوع بتونه همچین تولیدات خوبی رو داشته باشه.